پیشوای رهنمایم مرحبا خوش آمدید. هادی و مشکل کشایم مرحبا خوش آمدید. پرچمی ملت برافشان باد آخر تا ابد. بی‌نظیر و بی‌بهایم مرحبا خوش آمدید. مبدأ پیروزی و فتح و ظفرهای وطن، سرخط صدق و وفایم مرحبا خوش آمدید. خوش آمدید پیشوای معظم ملت، نوروزتان مبارک. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر اسفره در دهات واروخ میدان پرچم دولتی تاجیکستان را مورد استفاده قرار داده. در آن این رمز معرفی کننده دولت و ملت تاجیک در عرصه بین المللی را در وضعیت تنتنوی پرافشان نمودند. میدان پرچم دولتی در دهات واروخ شهر اسفره در دوره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی ساخته شده. در آن برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان شرایط مساعد مهیا کرده شده است.
میدان پرچم دولتی در دهات وارخ در مساحت 1200 متر مربع با جلب متخصصان وطنی با استفاده از مصالح ساختمانی اعلی صفت و طرح معاصر بنیاد گردیده است. بلندی پایه پرچم دولتی تاجیکستان در دهات وارخ در مجموع با ته کرسیش 50 متر را در بر میگیرد. متای پرچم 7 متر پهنایی و 14 متر درازی دارد. اطراف انشاءات در مساحت 190 متر مربع گلکاری و سبزکاری کرده شده گلهای رنگارنگ موسمی و نیالهای آرایشی میدان پرچم دولتی تاجیکستان را زینت میبخشند. راهروهای میدان پرچم دولتی تاجیکستان در مسافه زیاده از 800 متر مربع سفالک پوش کرده شده. در آن 12 کرسی برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان و سیاحان گذاشته شده است. در میدان پرچم دولتی 2 فواره نیز بنیاد گردیده است. با مقصد تامین روشنایی در حدود میدان پرچم دولتی تاجیکستان 12 عدد چراغک نصب گردیده شبانگاه به زیبایی موضع زینت میبخشند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در مرکز دهه ما میدان پرچم دولتی افتتاح گردید. همچون یک آموزگار جوان از نام کل جوانان دهه وارخ عرض سپاس صمیمانه را به پیشوای معظم ملت میرسانم. چنین اقدام های نجیب و غمخواری های پیشوای ملت ما جوانان را وادار می سازد که پیروان حقیقی و ارزنده پیشوای ملت باشیم. بحر باز هم آبادی وطن عزیزمان سهم خود را گذاریم. ما نسل جوان خوشبخت و سرفراز از آنیم که در چنین کشور گلگل شکوفا و بهشت آسا تحصیل و زندگی می نماییم. در مرکز جماعت دهات وارخ یکی از انشاءات مهم دولتی میدان پرچم دولتی بنیاد گردید. صدقاً به پیشوای معظم ملت اظهار سپاس نموده قول می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل می‌نماییم و به تاجیکستان عزیز خدمت می‌نماییم. در صلح‌های استقلالیت دولتی در زمینه دستور و هدایت‌های همیشگی سرور دولت محترم امام علی رحمان با مقصد ارجگذاری به مقدسات ملی و بلند برداشتن احساس خودشناسی و خودآگاهی ملی در ضمیر ساکنان کشور مخصوصا جوانان و نورسان در مرکز و دهات یک قطار شهر نویاهای مملکت پرچم دولتی تاجیکستان پرافشان کرده شده است. میدان پرچم دولتی در دهات وارخ شهر اسفره برای برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون وطن دوستانه با جلب جوانان و نورسان خیلی موافق می باشد. ما جوانان دوران صاحب استقلالیت شکرانه از آن میکنیم که تحت سروری عاقل خردمندمان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در چنین کشوری آباد و رو به انکشاف در زیر آسمان صاف و بی‌غبار در فضای صلح و همبستگی زندگی میکنیم. امروزها در دهه ما محض با هدایت‌های خوب پیشوای محترم ملت کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. بنیاد نمودن میدان پرچم، قصر فرهنگ، مرکز خدمت رسانی نوروز، میدانچه‌های ورزشی و غیره ها دلیل گفته‌های بالااند. ما جوانان از این سیاسی پیشگرفته پیشوای ملت صدقاً شکرگزار بوده جواباً به این غمخوارها وعده می‌دهیم که با دانش اعلی و رفتار نمونوی معرفی‌گر کشورمان در عرصه بین‌الخلقی خواهیم بود. سرور دولت محترم امام علی رحمان مورد استفاده قرار گرفتن میدان پرچم دولتی تاجیکستان در دهات وارخ شهر اسفره و پرافشان گردیدن این رمز معرفی کننده دولت و ملت تاجیک در عرصه بین المللی را در دایره آمادگی ها به جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان مخصوصا جوانان و نورسان تحفه ارزشمند دولت و حکومت مملکت معنیداد نموده جهت استفاده پرثمر از امکانات فراهم گردیده به مسئولان دستور و مصلحت‌های سودمند دادند.